یکی از مسائل مهمی که عزیزان دیابتی اغلب باهاش روبرو هستن مسئله افت قند هست. امروز میخوایم در مورد افت قند صحبت بکنیم. مسئله‌ای که اغلب دیابتی ها باهاش روبرو هستن و به عنوان یکی از اورژانس های دیابت در نظر گرفته میشه. میخوایم ببینیم که علائم افت قند چی هستش، دلایل افت قند چیه، در مواجهه با افت قند باید چی کار بکنیم و برای پیشگیری از افت قند چه اقداماتی لازمه. در درجه اول ببینیم اصلا تعریف افت قند چی هست. وقتی که عدد قند خون از عدد 75 پایین تر میاد، علائمی توی بدن ظاهر میشه که ما به اون میگیم افت قند. وقتی که قند پایین میاد، علائمی مثل بیحالی، ضعف و سرگیجه ایجاد میشه و فرد احساس گرسنگی شدید بهش دست میده. اگر این علائم بیشتر طول بکشه و درمان نشه، علائم دیگه ای ظاهر میشه که در واقع افت قند شدیدتری هست، مثل تعریق، مثل تپش قلب و تاری دید و در موارد خیلی شدید فرد ممکنه دچار افت سطح هوشیاری و نهایتاً بیهوشی بشه. یعنی ممکنه یک مسئله افت قند ساده که میشه با یه درمان ساده درمانش کرد و پیشگیری کرد ازش، منجر به متاسفانه مرگ بشه. بنابراین باید بدونیم که در زمان لازم چه اقداماتی باید برای درمان افت قند انجام بدیم. در درمان افت قند یه قانونی داریم به نام قانون 15 دقیقه. قانون 15 دقیقه به ما میگه که وقتی که علائم افت قند در بدن فرد دیابتی ظاهر میشه، اولین اقدامی که باید انجام بشه 15 گرم قند باید میل بشه. فرد دیابتی به محض اینکه احساس گرسنگی شدید یا ضعف و بیحالی شدید بهش دست داد یا علائم شدیدتر مثل تپش قلب و تعریق بهش دست داد، باید قبل از اینکه حتی قندش رو چک بکنه حتما به اندازه 15 گرم قند میل بکنه. 15 گرم قند یعنی چی؟ یعنی 4 تا حب قند توی یه لیوان آب، یا 1 قاشق شکر توی یه لیوان آب، یا 1 قاشق عسل توی 1 لیوان آب، یا اینکه یه خوراکی مثل نوشابه یا آب میوه پاکتی که شکر زیادی داره. این مواد خوراکی که نام بردم به خاطر داشتن قند زیاد باعث میشه که سریعا قند خون بالا بره و فرد از اون حالت بیرون بیاد و در واقع خطر افت قند برطرف بشه. خب 15 گرم قند میل شد. حالا باید 15 دقیقه صبر بکنید و بعد قند رو چک بکنید. بعد از 15 دقیقه اگر قند رو چک کردید و عدد قند بالای 75 بود، یعنی خطر رد شده، ولی هنوز خطر پیشرفت افت قند وجود داره. بنابراین بهتره که در این زمان یه میان وعده یا اگر نزدیک وعده غذایی هست وعده غذایی میل بشه. مورد دیگه این که اگر بعد از 15 دقیقه قند رو چک کردید ولی قند همچنان زیر 75 بود، مجددا باید اون 15 گرم قند تکرار بشه. یعنی اون آب قند رو مجدد باید تکرار بکنید خوردنش رو.